دوستای عزیز محترم، از این مکان دور با قلبی نزدیک برای شما دوستای مهربان، همشهرهای گرامی، همشهرهای خوب من سلام تقدیم میکنم. خدا کنه که جور، صحت، سلامت، سر حال باشین، خوشحال باشین. دیگه این روز برنامه جور کرده، برنامه گرفته از این داو جان بچه ما خواهش کرده که موقع بلده چاربیتی است و دیر متنگش ده موقت مادرش پالوش دومیم. دیگه خواهش از داود کرده که یک چاربیتی بلده از بود بخونه که مو یک کمک دلای من خوش شده. خدا کنه که سلامت جور باشین. سلام دوستای عزیز، در کنج دنیا که هستید، جور سلامت داشت، خوشحال باشید، زنده باشید، جور باشید، خوشی سپری کنید، خوشی سپری کنید، زندگی خوشحال باشید دیگه. سلام دوستای خوب، قومای نازنین، امیدوارم که جور صحتمند سلامت باشید در کنج دنیا که هستید. زندگی شب و روزتان خوب و خوش و خرم و سلامت باشید. زندگی به کامتان باشد، به قول سلحشور که کورشم پر باشد. بله دیگه، پدر مادرم از من درخواست کرده که یک دیدو یا چاربیتی بیخوانو که امثال قوما دوستا ترشنه، چون این فرهنگ از مویه دیگه، انات از مویه. گرچه ما صدای خوبم که ندارم، یک لحظه سر به سرشون میلوم دیگه. امیدوارم که لذت بود. باشه ما دیوات من نمیه که چاربیتی میخوانم، خیلی دیر میشه که نخواندم، بخی صدا ندای من خرابه. دیده مو دای میچینه و یادیده و خارایی کار پیدر پی میچینه و یادیده و دیده مو دای میچینه و یادیده و خارایی کار پیدر پی میچینه و یادیده وی کمی بونه کده بونشی خوبه و یادیده وی یارم زاده کمی کندشی خوبه و یادیده وی کشکی نزدیک بودی قودمو کردی و یادیده و لزل و عشق تازمو کردی و یادیده و نگارا در سفر دارم خدایا و یادیده و دو چشمی پشتی در دارم خدایا و یادیده وی دو چشمم شد سفید و دل نیامد و یادیده و نه کاغذ نه خبر دارم خدایا و یادیده سری استین تو زر تاره گلی من و یادیده وی سری سینه تو بازار گلی من و یادیده و سری سینه تو بازاری سمرقند و یادیده وی سمرقند تو در کار گلی من و یادیده وی سه کار آمد به یک بار و یادیده وی کمی کند و خکوی کشت غمی یار و یادیده وی خداوندا کمی کند و تنایوم و یادیده وی نمی پرسه کی بنده از من جدایوم و یادیده و سفیدی روی تو از پنبه پاکه و یادیده و بیدی بوزه کی یار جوانت هلاکه و یادیده وی بیدی بوسه از اون لبهای شیرین و یادیده
وی کی آخر نمیری جایت به خاک دیدای او آخ وای آخ وای وی گلا قطار قطار شش لبی جوی دیدای وی کی سال تیر ما موشه یار جان موشه تو دیدای وی گلا قطار شش در لب لبی جوی دیدای وی کی سال تیر ما شده یار جان موشه تو دیدای وی خدایا توی یار جان سر نگیره وی دیدای وی کی کاری عاشقی را میکنه قوی وی دیدای خوش مصیبت های کنید خیر بسه ما یک پنجه دیگه بیت میخوام دیار من داشتم تو میشی داخل برنامه میخونی؟ اره یک بیت میخوام دل جور کنید من روشنه خب دوستای عزیز دیگه یک داستان خدمتشون عرض کنم. یک داستان کوتاه است ولی گوشکنی است، خیلی یک داستان جالبه. دیگه یک ملا بوده دیگه قریه در قریه عاقل میگشته ده که ما علم زنار جمعونم. خب میگشته ده اونجا دیگه یک جای ما یک سیاسر اینجا بوده منده نشینه گفته تو از کجا هستی کجا موری؟ گفته ما ملای علم زنار جمعونم. خب گفتن نه میتونی جمع؟ گفته نه ما جمعونم. خب علم زنار جمعونی؟ گفته بله. خب دیگه یه سیاسر هم دیگه یک گوشه از دیو نیرنگ و نیست بیروی پود کنیم شلوچ کو دیگه کو یه خوب سر شوق منه ملاره. از پاس گفته بیا بور خانه که ما تو یک چای بیدیم نان بیدیم. خیر رای از تو دور و دراز از تو علم زنار جمعونی کار از تو زیاد. ایر مورد خانه که مورد یک چای مای میره نان ما نیر میده دیگه از موتر نقل طولانی نه. در اون موقع دروازه چک چک میشه. دروازه چک چک میشه ای زنه گفته ولی چیکار کردی اینی شوهر مزی داره که بزنه اویه. این ملا خیلی ورختام شد بعد کار شد اینا لینجی وای از گیر ما زنده بود نمیشیم. گفته خواهی ما چیکار کنم؟ گفته خیر تو رم یک چاریت مونی. کلان بکس داشته در یزیر واز نه. این ملا گفته بیا تو دمنی بکس همینج قرار خود خب بگر ما درگر پس پول کنم که مرتکه باید اید نفهمید تا او بوره باز موتور از بین بکس برنم بر. خب از پاس در بکس واز نه یا آخونی بیچاره را که علم زنار جمعونه دیگه ایر دمنی بکس میله دروازه کلف نه. از پاس مورد درگه بیرون رواز نه که یه مرتکه شوش مایه. خب مایه یک چای مای بلدیزی میره نان میره این مخره قد از این صحبت نکرده ولی امروز یک مرتکم داد ما ملای علم زنار جمعونم دیگه این در خانه از مون داد دیگه قصدش بعد از ما کار بد کنه دیگه مقصد دو وقت تو دروازه چک چک کردی. گفته کجا شد و حالی کجای او؟ گفته که حال اونه دمینه بکس دروازه شکلف کردم دمینه بکس اونجا. خب گفته بیده کلیر این نامولار چطور فلان مایر حال در حساب از این ما مرسون این کلیر که دادیست از این مرتکه میده این میگه بینایی که دروازه بکس باره. این زنه گفته که ماریاتور فراموش آردو چناغ میده داده. بعد از او این مرتکه کلیر مزدنه در پیش زن خدا تر بیزنه عجب بازی دادی ما را در این بانه چناغ را بلیم بود. خب این کلیر پس میده ملا دیگه در گشتک دمینی بکس هستم اونجا. خب از او پاسی چای مای مخرایی
بنده خدا از خانه برم شماره این سیاسه روخت موره دروازه بکس واز نهیر از من بکس برنه که ملا نمیدم از منه بکس برم شه گفته برو قرار از را کمده برو علم زن را تو تایی نمیتونی دیدی ده یک کلمه تو را کشتو دادم ده یک کلمه دیگه تو را کشتو خلاص کردم قرارم دین جای گرفته برم ملا هم دیگه چپن سر کده چوبری که برادر خدا شکر کنه که ما کریم ما نکشت از خانه ازی بور شد دایکت ماره یعنی یک دوستان کوتاه خدمت شما دوستا تقدیم کردم دیگه یعنی مزید دوستان خواهی نال تو یک پنجه تیمی مانستانی یک ترانه بلده دوستا میخوام البته آتما منظور شیه از بد تعریف کردن زنان نیه که بگه زنا علمی شیطانی داره یا شیطانه یک داستانه ولی خداییش هنر زنا در فکر سری مردا پیشه دیگه آبه هم منجا قاش بل نیه ره بعض موقع باور بازی میدی نه ره دیگه کسی بدل نگره یک داستانه که امیدوارم خوشم باشه باش ما دوباره یک دو بیتی بخوانم البته اینا خود سعود سید انور آزاده و که استاد بزرگه ما خود در رقم از او که هیچ نمیتونم همونطور شاید از گدرشی در رقم ششونه یا نشد آهای چادر شینا گوله دیسمال شینور بن وی گشت و شیشت سری دیوال شینور بن ای هی گشت و شیشت سری دیوال شینور بن وی دمی پیشی رای مالا راییه وی امو رفتانی رای مال شینور بن ای هی امو رفتانی رای مال شینور بن بله قاقی بلوج مکونه بیریا وی واده کی ترموش از رای بلو ای هی واده کی ترموش از رای بلو چادری گاجا یک انداز میگیره وی جوره یار نیه من سیالو ای هی جوره یار نیه من سیالو و دانی کلکی شیشته تو نوربن وی جلی مور سری سینه تو نوربن ای هی جلی مور سری سینه تو نوربن و گردن تو داده خنده مکنی وی کمر باریک مخندیده تو نوربن ای هی کمر باریک مخندیده تو نوربن بله قاشی باریک روزه سنبول وی تارک سری کمه بولول ای هی تارک سری کمه بولول آی بیا که بیشینی گردو بگردو وی بسم باقی منو تو بکنه گول ای هی بسم باقی منو تو بکنه گول او خلالا مویارا پور پیچو خم نکو علی وی مرا یک بار کباب نکو علی ای هی مرا یک بار کباب نکو علی بجز عشقت ندارم چیزی دیگر ای مرا یک بار جواب نکو علی ای هی مرا یک بار جواب نکو علی تشکر داود جان تشکر چطور بود؟ خوب بود نبود؟ خب خیلی عالی خدا کنه که دوستان خوش شنده باشد
ما که قطابه تو بسیار لذت بردیم. خوش مماد خدا کنه بیننده دوستا خارا هم که خوشمده باشد. دیگه ما هم یک داخل برنامه یک شعر بلده دوستا میخوانم دیگه دوستا خداحافظی. مسافری عجایب سخت و کاره، اگر شاهزاده باشد خوار و زاره. مسافری عجایب سخت و کاره، اگر شاهزاده باشد خوار و زاره. هزاران تشک و قالینچه باشد، در زیر پالویش مانند خاره. در زیر پالویش مانند خاره. یک شعر بلده مصطفی بلده دوستا خواندم داخل برنامه. خدا کنه خوشتان آمده باشد. دیگه خداحافظ. خداحافظ. موفق پیروز کامیاب باشید. سلامت باشید. خداحافظ شما. خدا نگهدار. شب و روزتان خوش.